به کانال من خوش اومدید. با یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای اشتباهات رایج در خوشنویسی انگلیسی همراه شما هستم. در ویدیوی قبلی که کاردش رو براتون این بالا میذارم تا بتونید ازش استفاده کنید، به آموزش حروف انگلیسی کوچیک F, P, J و Q پرداختیم. در این ویدیو به اشتباهات رایجی که ممکنه حین نوشتن این حروف براتون به وجود بیاد میپردازیم. با من همراه باشین و اگر ویدیوها براتون مفید هست به دوستان خودتون معرفی کنین و لایک، سابسکرایب فراموش نشه. با من همراه باشین. در این بخش به اشتباهات رایجی که ممکنه در نوشتن حرف F به وجود بیاد میپردازیم. اولین حرف افی که میخوایم بررسی کنیم به این دلیل اشتباه هستش که این قسمت وقتی میخوایم لوپ رو بنویسیم حتما باید تا این قسمت ها کم رنگ باشه و کم کم فشار مداد زیاد بشه تا به پر رنگ برسیم. ولی همونجوری که ملاحظه میکنید این فشار قلم، این تیرگی و ضخامت از این نقطه شروع شده که غلط هستش. حرف دومی که میبینید خیلی واضحه که به دلیل رعایت نشدن زاویه جزء دوم اشتباه هست که باید این زاویه 60 درجه باشه. و در نهایت قسمت آخره که مشکلش در بخش لوپ هست. ببینید زمانی که ما جزء اول، این کرشمه جزء اول رو می نویسیم باید به فرمی نوشته بشه که این شروع لوپش پایین خط زمینه دوم باشه. ببینید یعنی خط اتصالش، نقطه اتصال اینجا باشه، نه روی این خط نه بالاتر، که این اگر این اتفاق بیفته باعث میشه این لوپ ما کوچیک‌تر شه. هر چقدر این اتصال بالاتر باشه لوپ ما کوچیک‌تر میشه. پس سعی میکنیم این اتفاق تقریبا تو این نقطه بیفته. پس به همین دلیل این اف هم اشتباه هستش. در این قسمت ما میخوایم به اشتباهات رایجی که ممکنه در نوشتن حروف کوچک پی به وجود میاد بپردازیم. ما اینجا 4 تا حرف پی نوشتیم که هر کدوم توی یک نقاطی دچار نقص هستن. اولین پی که شما میبینید به دلیل اینکه جزء دومش کوتاه هستش و این خط باید تا وسط فضای اول ادامه پیدا میکرد. پس به دلیل نداشتن این بخش این پی اشتباه هستش. پی دوم به دلیل عدم رعایت ظرافت توی این نقطه اشتباه هستش. ما قرار بود وقتی این حرف، این قسمت شبیه حرف N هست، میخواستیم حرف N رو بنویسیم، وقتی به این نقطه می رسیدیم کاملا کمرنگ و ظریف می شد، ولی اینجا خبری از ظرافت نیست. و پی سومی که میخوایم بررسی کنیم به این دلیل اشتباه هستش که ببینید این جزء وقتی میخواد شروع بشه به نوشتن باید از پایین تر شروع بشه. این خیلی بالا رفته و دیرتر استارت نوشتن رو ما زدیم، به جای اینکه از اینجا شروع شه بالا شروع شده. پس نقطه شروع اینجاست. این هم اشتباه هستش. و حرف پی بعدی که داریم دیگه خیلی واضحه بعد تمرین هایی که داشتیم به دلیل رعایت نکردن زاویه نوشتن جزء دوم هستش. پس این پی هم اشتباهه. حالا که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، اگه براتون مفید بوده حتما سابسکرایب کنین، به من دلگرمی بدین تا ویدیوهای بعدی رو با هم دیگه ادامه بدیم. لایک، کامنت فراموش نشه. با من همراه باشین. در این قسمت ما میخوایم به اشتباهات رایجی که در نوشتن حرف جی به وجود میاد بپردازیم. ما اینجا 4 تا حرف جی داریم. اولین جی ما به دلیل اینکه جزء دومش قبل از لوپ ظرافت رو رعایت نکرده اشتباه هستش. قرار بود ما وقتی جزء دوم رو می نویسیم قبل از اینکه به این ناحیه برسه ما فشار دست رو کم کنیم و ظرافت رو رعایت کنیم که اینجا این اتفاق نیفتاده. پس اشتباه هستش. حرف دومی که می بینین
به دلیل رعایت نشدن زاویه نوشتن جزء دوم اشتباه است. این زاویه باید به صورت 60 درجه باشه ولی اینجا صاف نوشته شده. و جی بعدی که شما میبینید تمام اجزاش درست هست، فشار دست زیاد بوده، اینجا کم شده و لوپ رو داریم. فقط به دلیل اینکه نقطهش در راستای جزء دوم نوشته نشده اشتباه هست. این نقطه باید دقیقاً در این راستا باشه. و حرف جی بعدی به این دلیل اشتباه هستش که جزء آخر هیچ کرشمه و تقعری رو به بالا نداره و کاملا روی خط زمینه خوابیده، در صورتی که این قسمت باید به صورت نازک تقعر رو به بالا داشته باشه. در این قسمت میخوایم به اشتباهات رایج در نوشتن حرف Q بپردازیم. اولین کیوی که اینجا میبینید به دلیل رعایت نکردن ضخامت و ظرافت در این نقطه اشتباه هستش، چون وقتی به پایین میرسیم باید به اندازه این قسمت ها ما ظرافت داشته باشیم، پس اشتباه هستش. و کیو آخر